مسئولان دادگاه ولایت سوخت در نشست خبری ماه گذشته اطلاع دادند که در سال 2023 از داخل صدها پرونده بررسی شده دادرس‌های شهر و ناحیه‌های ولایت نفری را حکم سفید ندادند. اکثر مرافعه‌های دادگاهی با جریمه و جزا خاتمه یافتند. پیش از همه آقا دادن در کار که پرونده‌هایی که بررسی کرده شدند کردارشون تصدیق خود را یافتگی از این رو حکم سودان حکم برآوردگی. اگر تصدیق خود را نمیافت البته سود قرار دخلدار قبول میکرد یا اینکه سفید میکرد یا اینکه محکوم میکرد. دادرس‌های ولایت سوخت سبب صادر نشدن حکم‌های سفید را به نتیجه کار خوب مقامات تفتیشات پیشکی ربط دادند. اما 3 سال پیشتر چنین حکم‌ها را دادگاه سوخت به قید می‌گرفت و رسانه‌ای می‌کرد. آخرینش سال 2021 بود که آن را رستم سید احمدزاده صادر کرده است، ولی او و کاتبش عزیزه حیدر و بعد آن حکم با مشکلی‌های زیادی حقوقی گرفتار شدند و به سالهای زیاد روانه زندان گردیدند. سید احمدزاده در سخن آخرینش همه اتهام را رد کرده خود را بیگناه خوانده بود. قضیه رستم سید احمدزاده اساساً برای صادر کردن حکم سفید باعث به توجه شده است. بنابر آنکه دیگر ارزش‌ها وجود دارد از جمله پدیده‌ها و ظهورات‌های نامطلوب و اینچنین رابطه‌های اولادی با دیگر مناسبت‌های اقتصادی و غیره همسبق بودند، آنها از مقامات دیگر میلیسه، امنیتی، پروکورور زبان کوتاه هستند. بنابراین اگر واقعا ما خواهیم که ضمن ماهیت هم بررسی نمودن پرونده ها بیشتری مردم بیگناه شود و سود بهای حقیقی دهد، به این چیز نیز متوجه شد. برآورده شده است. این هم در حالی است که سال گذشته دادرس‌های دیگر منطقه‌های تاجیکستان 10 حکم سفید صادر کردند. در این باره شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان خبر داد. بر قصدانه سرکشی کردن والدان از پرداخت الیمنت، قلابی، قصداً رساندن ضرر به سلامتی، لطوکوب شخص و ویران کردن دخل ناپذیری منزل از پرونده های بودند که به اطلاع رئیس دادگاه عالی نسبت آنها حکم سفید قبول شده است. اظهارات شیر محمد شاهیان در حال صدا داد که منتقدان بارها از وضع نظام دادگاه‌های کشور و ناچیز بودن حکم‌های سفید نگرانی کردند. در اکثر کشورهای دنیا پس از بحث‌های طولانی در صورت ثابت نشدن عیبی که مقامات تفتیشاتی پیشنهاد کردند، بازداشت شده‌ها از جانب دادگاه بیگناه اعلان شده آزاد می‌شوند. سالهای گذشته احیانا در تاجیکستان چنین حکم‌ها صادر می‌شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.